سلام علیکم هموطنان عزیز، مردم عزیز تاجیکستان. برای همه ما شما معلومه که روزهای بشمار مونده در یکی از جشن‌های به نام رفراندوم که همه مردم تاجیکستان شاید که خبر نداشته باشین. ما برای شما یک مودش میگم که این مکر، این بدبختی حکومت، بدبختی عمومی رحمان برای شما. ماده 73 در ماده 73 گفتگیه که اعضای حکومت بعد از تصدیق و تعیین شدن فرمان از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مجلس ملی، مجلس نمایندگان و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سوگند یاد میکنند، سوگند قسم یاد میکنند. شما بینین این بدبخت عمومی خودش با مقدسات ما بغیر از خدا باید به هیچ که دیگه قسم نخوریم. بغیر از خدا به هیچ که ما باید قسم نخوریم. عمومی امروز خودش با مقدسات ما برابر اگه گویا که با خدا برابر که خودش با خدا برابر که صحیح. پیغمبر ما و شما میگه که من حلف بغیر الله فقط کفر او اشرک. کسی که بغیر از خدا، شما تصور که پیغمبر میگه این لعنتی که هیچ کنه نیست. پیغمبر میگه که کسی که بغیر از خدا به هر چیزی که قسم میخوره یا کافر شده یا مشرک، یا کافر شده یا مشرک. این عملی بدبخته، کسی به این قسم میخوره او هم بدبخته. هر دوش بدبختن. ایا شیطان ایا ماشینی که شما چه قسم میخورید؟ یا ماشینی که یا شیطان یا مکر یا بدبخته. این شما را فریب میکنه. یعنی که روی راست شما را زستوی داره. چخیلی که به ما شما معلومه دیروز در شهر خرغونتپه جوانای دیگه کک بوده وطن دوست، ملت دوست پلاکتو گرفتگی، صلح و آرامی، نمیدونم آسایشتگی، هم خیلی پلاکتو قدیم مردم فریب دارن. چخیلی برفتن عملی جنگ نشوه. کی جنگ میکنه؟ چی با سوال نمیتی؟ اگر که عملی جنگ بدوزه از نشکو و دفت کن در کور. این جنگ دوز بدبخت لعنتی را دفت کن در کور. اگر جنگ هم بدوزه. شما را با گفته مردم تاجیکستان با این رفراندوم، با این قانونی که برای دمش برای کمبغلا اختانی را میدونید. باید که با این قسم نخورین. پارلمان اعضای حکومت که سربازای فرق نداره. در یک قانون دیگه حرفی کلمه یا را ور با یا علیش کردن چی معنی داره؟ کلمه ور با یا علیش کردن این معنی نداره. یک قانون برای هیچ که این قانون را نه عمل میکنه نه با این قانون گوش میکنه، یا این قانون کار نمیه برای ما. برای همین هموطنان عزیز برای شما دعوت میکنم که فقط یگانه راه چپه کردن این حکومت، عیبای بودن ظالمات، تمام دیگه راه ندارید. خداحافظ. در تمام دنیا شرم در از خود دیگران خیز، از خود دیگران خیز، از خود دیگران خیز.